فاستینگ چیه؟ 16 ساعت نخور، 8 ساعت بخور. آب اجازه داری بخوری، قهوه اجازه داری بخوری، چای سبز اجازه داری بخوری، چای معمولی اجازه داری بخوری، آدامس اجازه داری بجوی، سیگار اجازه. از شما برنامه من داریم. شام تا ساعت 10 شب میخوری، 2 بعد از ظهر بشین با خانواده نهارتو. 5 وعده غذا نوشته، این 5 وعده از 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب اینا رو میخوری. خب دکتر این فاستینگ چیکار میکنه؟ 10-12 ساعت اول هر چی قند بوده تو بدن، هر چی گلیکوژن بوده، ذخیره هایی که توی مایچه ها و توی کبده، همه اینا تبدیل میشه به انرژی. وقتی تخلیه میشه دیگه قند وجود نداره، انسولین قطع میشه. قطع انسولین هورمون رشد میره بالا، چربی سوزی شروع میشه و نتیجتا چربی سوزی شروع شد، سمزدایی شروع شد و افرادی که واقعا استاپ میکنن رژیم فاستینگ بهترین رژیم واسه شما. موفق باشید، شاد و سرحال باشید ان شاء الله.